کمتر از نصف مردم میتونن جواب این تست رو درست بدن. ویدیوی بالا رو پلی میکنم و شما کافیه که تعداد پاسهایی که افراد سفیدپوش به همدیگه میدن رو بشمرید. ببینم تمرکزتون چقدره. ببینیم ویدیو رو. پاسخ این تست یا در واقع تعداد پاس‌های افراد سفیدپوش عدد 15 هست. حالا این به کنار، اگر 15 رو درست گفتید که تبریک میگم. اما نکته مهم اینه که کمتر از نصف آدم‌ها میتونن گوریل سیاه‌پوشی رو که موقع پاسکاری وارد تصویر میشه بین حلقه آدم‌ها وای میسته، به دوربین نگاه میکنه و بعد خارج میشه رو ببینن. یه بار دیگه ویدیو رو ببینید.